شما ای زنها هم غمتون، اکثری زنها همین کیمیه شوهری داشته باشد که همیشه برای شوهر برای همسرش خدمت کند و به قول رسوا خرجیت کند و وینیمانی کند و تمام گویا همین خوشبخت شما بسیارتر علاقتون به الله تعالی کنید، نه به شوهر. هم غمتون شوهر نباشد، هم غمتون الله باشد. به عبادت الله تعالی کوشش کردن، به دریافت رازگی الله تعالی، به علم الله تعالی را شناسید، نامهایش را خوانید، صفاتهایش را دانید، از کارهای الله تعالی با خبر شوید. یعنی علم بالله، علم درباره الله تعالی. علم درباره الله تعالی این توحید است. این علم از دیگر تمام علم ها فرق میکنه. حتی علم عقیده با دیگر شاخه ها داره. مثلا دانستن علم جن علم عقیده هست، لیکن درباره جنی مخلوقاتی فسادکار غالبا خیلی مسلمان هم دارند. درباره مخلوق است. حتی علم فرشتگان درباره فرشته ها هست، یا درباره پیغمبر ها هست، یا درباره جنت و دوزخ هست که ویا مخلوق است. اما علم توحید، این علم مختن درباره الله تعالی است. نامهایش، صفاتهایش، کارهایش، چه کارهایی کرده است، چه کارهایی میکند. کل یوم هو فی شأن، هر روز الله تعالی کار میکند. بیشتر به الله تعالی پیوند شوید، علاقتان با الله تعالی شود. یعنی هر نیکی و بدی شما از شوهر ندانید. خوشبختی این شوهر داشتن یا شوهری نیک داشتن فقط نه. اصل السعادت هو الایمان بالله و رسوله. اصل خوشبختی این ایمان داشتن به الله تعالی و رسولش. چقدر زنهایی هستند که شوهر ندارند لیکن خوشبخت‌ترین زنها هستند. چقدر زنهایی هستند که شوهرشون به آنها اهمیت نمیدهند لیکن آنها خوشبخت هستند. فکر نکنید که فقط خوشبختی با یک شوهر اطاعتکار و یک شوهر خدمتگار فکر نکنید. بنابراین درباره اعتقاد علم آموزید ای زنها. توکل به الله تعالی کنید. خوشبختی در دست الله تعالی. این دنیا دنیای کوتاه است. فکر و خیالتون شوهر کردیم باید اون شوهری ما یک زنه باشد، باید همیشه تا آخر عمر خدمتی ما کند. این خیلی چیزا سختی بد اهمیت ندید. وظیفه اساسی شخص مسلمان الله تعالی رو یک و یگانه پرستش کردن است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من انسان ها و جن ها رو نآفریدم مگر به خاطر آنکه مرا تنها پرستش کنند، یگانه مرا عبادت کنند. الله تعالی آفریده است. مقصود اساسی آفرینش بنده ها در این دنیا الله تعالی رو یگانه عبادت کردن و پرستش کردن است. لیکن با وجود همین از چیزهای حلالی که الله تعالی در این دنیا آفریده است، مانند زن و شوهر شدن، لباس تازه پوشیدن، طعام حلال خوردن، از این چیزها استفاده میبریم. لیکن هم غم ما این خیلی چیزا نیست. باید همین خیلی باشد شخصی مومن. هم غم یعنی فکر و خیال و مقصد و مرامش فقط دریافت رازگی الله تعالی و عبادت کردن الله تعالی. خب در همین راه برای مستحکم کردن عبادت، برای دور بودن از گناه، آدم زن و شوهر میشد و فرزندها تربیت میکند تا اینکه اونها هم آدم‌های نیک شوند و خدمتی در راه اسلام و مسلمان ها کنند. این خیلی کارهای کردن میگیرید. لیکن مقصود اساسی دیگر چیز است. برای همین وقتی که شما این چیزهای اگر اهمیت دهید و نیت‌های خدا پاک کنید، بعد مصیبت‌های دنیا، مشکل‌های دنیا برای شما سبک میشد. ببینید من مثلا اگر هست زن‌هایی که شوهرش که خانه‌دار شد خودش به دار کشیدگی است، خودش به قتل رسوند، یا شوهرش به قتل رسوند، یا همون کندوش کار زده است. من همین هفته گذشته شده کار. یعنی این خیلی کارا برای چی میشن؟ از روی نبودن اعتقاد سالم و نبودن علم عاید شریعت الله تعالی هست. ما عصی الله الا بجهل به او بشرع. هر گناهی که در دنیا کرده میشه دو سبب داره. یک سببش این که همین آدمی که گناه کرد الله تعالی رو یا نمیشناسد، اگر میشناخت نمیکرد، یا اینکه این آدم شریعت را نمیداند. یعنی کدام کارها به الله تعالی پسند است و کدام کارها به الله تعالی پسند نیست، همین کارهای نمیداند، برای همین به گناه واقع شد. همین گونه مقصود اساسی شما در این دنیا الله تعالی رو یگانه پرستش کردن، با همین راهی راست رفتن گیرید. یعنی که مقصود اساسی درست کنید، نیتی نیک مانید به پیشتان. ولی که این دنیا خیلی نیه که شما هر چیزی که میخواهید همش اجرا شد.